درود به شنونده‌های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجانقول، گفتار 13. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت‌های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پر افتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت آموز و پر افتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برار و ناکامی‌های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. استاد صدرالدین عینی در انکشاف ادبیات و فرهنگ ملت پایداری زبان نابیان خدمت بی‌نظیر کرده است. در حقیقت هنگامی که کسب و ایجادیات این مرد سراپا علم و معرفت آشنا می شود، روشن می گردد که او با فعالیت چندین جبهه و پرثمرش در تمام ساحه‌های علم و معرفت و انکشاف جامعه سهمی با سزایی گذاشته است. ما اندیشه‌های چند تن از ابرمردان راه علم و معرفت را از خزینه طلایی رادیو دسترس نمودیم که درباره این فرزانه فرزند ملت سخن‌های شایسته گفتند و واقعاً درست هم گفتند که تنها صداست که میماند. یکی از دوستان وفادار و قدردانی او باقی رحمزاده درباره واخوری نخستینش با استاد عینی و موسیقی دوستی او چنین گفته بود. مواد از خزینه طلایی رادیو. سخن گفتن درباره استاد عینی هم شرف بزرگ و هم مسئولیت کلان دارد. سخنی که درباره مردان بزرگ مانند استاد عینی گفته می شود باید سزاوار مقام و لایق موقع آنها باشد. اما نقل من به طرز خیلی مختصر در خصوص بعضی ملاقات هایم با استاد است. تأثیرات ملاقات و صحبت ها با استاد عینی در من چنان بزرگ است که با چه زبان و مقال افاده نمودن آنها به نظرم خیلی دشوار می نماید. شما شنوندگان عزیز البته دانستن می خواهید که من با استاد کی، در کجا و در چی شرایط شناس شدم. من اولین بار در قشلاق دوردست زادگاهم ساربوغ با استاد عینی شناس شدم. آن مقطعها مکتب خان بودم. در قشلاق ما اکنون مکتب نویسندگی شاده شده بود. من هم در مکتب نو می‌خواندم و هم به مکتب کهنه می‌رفتم. در همان روزها استاد عینی به مکتب ما آمد. ولی عینی با مرش حریت خود به قشلاق تنگنای دور افتاده ما قدم رنجه فرمود و با ما شناس شد و مهر و محبت خود را، مهر و محبت ایجادیات خود را در دل ما ابد جایگیر کرد. ما در اول مشق‌های صفبندی با سرودن مرش حریتی استاد قدم زده با آهنگ سرودن منتظم
ترتیب و قاعده قدم زدن را آموختیم. ما گرمی و نوازش این آفتاب را حس می‌کردیم. درختی زمستان‌های دور و دراز از بدن ما دور می‌شد. سستی و ناتوانی جای خود را با عزم و ثبات و کسب و دانش عوض می‌کرد. من همین طور بود شناسایی اولین من با استاد عینی. استاد حیات را با تمام جزئیاتش آموخته، گرم و سردی حیات را شخصا چشیده، در دیگ حیات جوشیده آب و تاب یافته بودند. از تمام علمهایی که در آن زمان چه در مدرسه چه در خارج آن آموخته میشد وقوف داشتند. در شعر فهمی و نازک بیانی استاد کل بودند. تاریخ‌های گذشته در خاطرشان با تمام جزئیاتش جا داشتند. در هر موردی از تجربه خود، از سرگذشت خود مثالی می آوردند. برای همین هم اثرهایشان جاودانی اند. از آنها بوی حیات و بوی تراوت زندگی می آید. استاد موسیقی و سعادخانی را دوست می داشتند. مخصوصا با ششمقام مراکز زیاد داشتند. در وقتی شنیدن ششمقام با هوای موسیقی با دست راستشان آهسته آهسته در سر زانویشان می زدند و زمزمه می کردند. گرچی رفت از یادتان یادی دلی غمگینی ما گرچی رفت از یادتان یادی دلی غمگینی ما
در روزگار ما کمتر شخص پیدا خواهد شد که حلقه در بین قدیمان و جدیدان باشد. نثرش برا و شعرش زیبا، صحبتش گیرا و بیانش رسا بود. انسان از صحبتش و شوخی‌هایش و دلربایی‌هایش بی اندازه مسرور می‌گردید. این بیت را در وصفش برایش خواندم، نوشت و تشکر کرد. هزاران همچو بلبل در بهار می شود پیدا، نواسنج چو در روزگار کی شود پیدا. سروری گویا. نظام الدین امیر علیشیر نوایی. نظام الدین امیر علیشیر نوایی و در فارسی فانی، تولد 844، وفات سال 906، از دولت شاهی. تحفة الافکار. آتشین لعل که تاجی خسروان را زیور است، اخگری بحری خیالی خام پختن در سر است. تخمی رسوایی دهد بر دانه تسبیح زرق، آره آره دانه جسمی خویش را بارآور است. گنبدی خضرا که خونریزیست فعلش دور نیست، برگی هینا اخضر آمد لیک رنگش احمر است. مرد را یک منزل از ملکی فنا دان تا بقا، مهر را یک روزه راه از باختر تا خاور است. بی گنه را ساختن آزرده از تیغی زبان، ناتوان کردن رگی بی رنج را از نشتر است. ظالم و عادل نه یکسانند در تعمیر ملک، خوک دیگر در شیاری ملک و دهقان دیگر است. اهل همت را زنا همواری گردون چی باک، سیر انجم را چی غم کاندر زمین جوی و جر است. ای بسا نقصان که در ضمنش بود یک نوع سود، چون دفی لولی درید از بحر میمون چنبر است. مهنتی افلاس مفرید در گرانی قاف دان، قاف شد چون فا قبیحت گشت وین مشکل تر است. شه که می خواهد ز دستی خویش ویرانی ملک، خسروی بی عاقبت خسری بلاد و کشور است. قید زینت مسقطی فر و شکوهی خسروی است، شیری زنجیری ز شیری بیشه کم سولت تر است. تحفة الافکار اگر نامش کنم نبود عجب، تحفه چون نزدت ز بحری فکرتم این گوهر است. گشت یومی جامی او شهری رجب تاریخ آن، طرفتن کین روز و ماه اتمام آن را مظهر است.
نسخه‌ای که به دست افتاد بسیار غلط بود، بنابراین به قدری که خوانده شد انتخاب یافت. از بهارستان جامی در مورد آمدن کسی از حجاز نوشته. مولانا جامی بودن این شخصی از حجاز آمده در رشحات صریح کرده شده است. انصاف بده ای فلکی مینافام، تا زین دو کدام خوبتر کرد خرام. خورشید جهان تابی تو از جانب صبح، یا ماهی جهانگردی من از جانب شام. در مورد وصول مکتوب، این نامه نه نامه دافع درد من است، آرام درون رنج پرورد من است. تسکین دل گرم و دمی سرد من است، یعنی خبر از ماهی جهانگرد من است. گر در حضرم به گفتگویت باشم، ور در سفرم به جستجویت باشم. در وقت حضور روبرویت باشم، در غیبت روی دل به سویت باشم. از آتشکده. ای شب غم چند دور از روی یارم میکشی، زنده می دارم تو را بهری چه کارم میکشی. مکتوب امیر علی شیر نوایی به خواجه فضل دیوان و خواجه عبدالله مروارید نوشته از یک مجموعه
دستنویس نوشته شد. برادران ارجمند و فرزندان دلبند را بعدی سلامی مشتاقانه اعلام که بشر به حب جاه و ریاست مجبول است و نفس به اختیار و شعور به کسب آن مطلوب مشغول. خاصیت جاه غفلت افزایی است و التفات پادشاه باده هوش ربایی. خلایق را با چنین کس کار بسیار و چنین کس را به هوش بودن بسیار دشوار. اگر گاهی به مدد عقل خود را به حال آورد، اما مستی آن باده به حالش نگذارد و در آن مستی ها کجا به خاطرش آید که فلک منتقیم و غدار است و خالق ملک حاکم عدل شعار. اقتدار جاهش را بقای نیست و عهدش را وفای نه. دوستان از فضایح آن شرمنده، دشمنان از قبایح آن در خنده. آشنایان از آن ناخوشی ها متعجب و متأثیر و بیگانگان از آن دیوانه وشی ها سرافکنده و متحیر. پس نفسی سلیم و عقلی مستقیم باید که خود را در آن مستی ها بی خود نسازد و به خودرایی و خودپرستی ناندازد و به حالی درماندگان مظلوم پردازد. این نادانی بی سامان را همه این حالات بر سر گذشته و از هیچ یک بهره‌مند و آگاه نگشته. این دم که بر تقصیرات خود آگاه گردیده، چه فایده که فلک آن همه را در نوردیده. نه از آن ندامت کشیدن فایده و نه از این اشک حسرت پاشیدن نتیجه. تا توانستم ندانستم بود، چون بدانستم نتانستم، چی سود؟ ایشان را که حضرت حق سبحانه و تعالی این دولت و جاه کرامت فرموده و سعادت قرب پادشاه عنایت نموده، التماس آن است که وقتی خود را به غرور و غفلت روا ندارند و به خسران دنیا و آخرت نگذارند. عجزه و زیر دستان را به شفقت و دلجویی بنوازند و کاری درماندگان به مرحمت و نرمگویی بسازند. به سخنی درشت دل درویشان دلریش را نخراشند و به الفاظ ملایم مرهم جراحتی درویش دلریش باشند و در همه کار اخلاص و راستی پیشه کنند و در جزای عمل از شرمساری روز قیامت اندیشه نمایند و هیچگاه از ترس حق غافل نباشند و هیچ وقت از ملازمت و بندگی سایه حق بیکار و عاطل نگردند. سخنی راست که صلاح دولت و رعیت و سپاه در آن باشد
نترسند و بگویند و اگر عوضی او در دنیا نرسد در آخرت از حق بجویند، چو از بدکاری ابنای جنس را چه ها پیش آمد فراموش نکنند. و به جهت مصلحت دنیا با یکدیگر نستیزند و اگر از نفس مشقتی پیش آید در پناه صبر و تحمل گریزند تا مصلحت پادشاهی باشد مصلحت خیش را نبینند، تا مصلحت امر الهی باشد ظاهر پادشاهی را نگیرند و به ملایمت و حکمت عرض نمایند و به توفیق سبحانه درگذرانند. و السلام علی من اتبع الهدی. هرچند امیر علی شیر را در ذیل شعرای فارس و تاجیک نوشتن موافق رضای خودم نیست، از آنجا که در فارسی هم به بسیارترین شعرای فارس برابری بلکه فزونی می کرد، دل نخواست که این مجموعه از نمونه اشعار آبدار او بی بهره بماند. шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 13-ро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.